LED پاور 3 عدد، هرتسینگ 3 عدد، مقاومت 4.7 اوم 3 عدد، سوکت تایپ سی 1 عدد، سیم 1 عدد لامپ سوخته. هرتسینگ برای دفع گرمای LED پاور استفاده می شود. توجه داشته باشید که پایه مثبت LED روی مثبت هرتسینگ قرار گرفته باشد و پایه منفی LED روی منفی هرتسینگ قرار گرفته باشد. به یک طرف مثبت هرتسینگ سیم وصل می کنیم و به طرف منفی هرتسینگ مقاومت. پایه های مثبت را به هم وصل می کنیم و پایه های منفی که مقاومت ها هستند به هم وصل می کنیم. سوکت USB را باز کرده توجه داشته باشید که USB را که به طرف خود گرفته اید طرف راست مثبت و طرف چپ منفی. سیم مثبت را به طرف راست اتصال می دهید و سیم منفی به طرف چپ. سوکت USB را در کاور جاگذاری می کنیم. لامپ را با کمک کاتر باز کرده و مدار آن را خارج می کنیم. LED ها را برعکس و سوراخی بزرگ. از خود LED ها برای صفحه استفاده کرده و از سوراخ انتهای لامپ را بزرگتر و سیم را از انتها وارد می کنیم. حالا طرف مثبت LED ها را به مثبت سوکت USB اتصال می دهیم و طرف منفی یعنی مقاومت ها را به منفی سوکت USB اتصال می دهیم. برای جلوگیری از اتصال از نوارچسب استفاده می کنیم. LED ها را تنظیم کرده و سر لامپ را می بندیم. حالا یک لامپ 9 وات که با کمک یک پاور بانک روشن می شود.